بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتان بخیر. انشالله که خوب و صحتمند باشید. درس خود شروع کنیم. چطور است؟ بله دیگه، بر درس خواندن آمدیم. بیاین که شروع کنیم. باشه، شما خوب هستین؟ بخیر آمدین؟ شما هم خوب هستین؟ درسایتان چطور است؟ آفرین، بسیار خوب. درس ما درس پنجم فصل اول جغرافی صنف دهم است که در صفحات 14 الی 17 کتابتان در مورد ارتسام نقشه گفته. پس ما شما باید ببینیم که نقشه به چه شکل ترسیم میشه. البته در درس‌های گذشته نقشه را تعریف کردیم، از انواع نقشه گفتیم، از اجزای نقشه گفتیم و در درس گذشته از استعمال رنگ‌ها در نقشه گفتیم. در درس فعلی خود ببینیم که این نقشه ها به چه شکل ترسیم میشه. درست؟ و چند نوع هست. اما پیش از یک مرور کوتاه به درس قبلی خود که استعمال رنگ ها بود داشته باشیم. ما شما گفتیم که یک تعداد رنگ‌های بسیار زیاد مشخص در نقشه‌های جغرافیایی به کار برده میشه که هر رنگ مفهوم خاص ارائه میکنه و افاده میکنه و ما و شما مخصوصا متعلمین باید بفهمیم که چرا رنگ سیاه، چرا رنگ سفید، چرا رنگ آبی کمرنگ، چرا جگری، چرا سرخ در نقشه استفاده شده. از روی این رنگ ها ما شما میایم بسیاری از مسائلی که در نقشه به کار برده میشه و ارائه میشه بفهمیم و بدانیم. رنگ های بسیار زیاد مهمه که در نقشه های جغرافیایی به کار برده میشه. چند رنگ بود؟ کوتاه براتون نام میگیرم. یک رنگ سیاه بود. اگر یادتان باشه گفتیم رنگ سیاه معمولا سرزمین های سرسبز، جنگلات، مزارع و امثال او را نشان میده. پس در جایی که زمین زراعتی باشه، در جایی که جنگل باشه و اون منطقه سبز باشه، در نقشم او را با رنگ سیاه نشان میده. دومین رنگ زرد بود که برای نمایش مناطق صحرایی و ریگستانی استفاده میشد. پس شما در این نقشه هر جایی که به رنگ زرد میبینین بفهمین که اونجا یا صحراست یا هم ریگستان. سومین رنگ آبی بود که برای نشان دادن ابحار، جهیل‌ها، خلیج‌ها، بحیره‌ها و دریاها استفاده میشه. رنگ دیگه کدام رنگ بود؟ رنگ سرخ که برای خطوط مواصلاتی، شاهراهای بزرگ که براتون تشریح کرده بودم و مراکز اداری و سیاسی یک منطقه، یک کشور یا یک جغرافیا استعمال میشه و کاربرد خود داره. بعد از او هم رنگ جگری بود که برای نشان دادن سلسله جبال‌ها و کوه‌ها مورد استفاده در نقشه ها قرار میگیره. پس ما شما در درس گذشته در مورد استعمال رنگ ها گفتیم، اما بعض از رنگ های دیگه هم در نقشه های اقتصادی، سیاسی، بشری استفاده میشه که اونا مشخص کننده بسیاری از خصوصیات در این نقشه هاست. مثلا تاریکی، ملایم بودن و تون رنگ هم بسیار زیاد مهم است که دب‌ها از عمق 0 الی 1000 متر، آبی بسیار زیاد خفیف و تدریجاً از عمق 7000 الی 10000 متر آبی بسیار زیاد باریک نشان داده میشه. در ارتفاعات کوهستانی هم گفتیم که رنگ جگری استفاده میشه، اما نظر به ارتفاع دامنه کوه و بلندیش جگری از کم رنگ طرف متوسط و طرف غلیظتر و تیره تر میره. یعنی کم رنگ یعنی ارتفاع پایین، نسبتاً رنگ تیره تر ارتفاعش بلندتر و بسیار زیاد بلند با جگری کاملا تیره نشان داده میشه. و حتی در نقاط کوهستانی اگر یخچال وجود داشته باشه گفتیم این یخچال ها در اون نقاط مرتفع کوهستانی توسط رنگ سفید نشان داده میشه در روی نقشه هایی که هست. فهمیدین؟ مرور کوتاه بود دیگه، یک مرور کردیم که به یاد ما بیایه و هیچ وقت فراموش ما نشه. اما بیایم از اهداف درس جدید خود بگوییم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما شما آشنایی با ارتسام های نقشه است. باید ببینیم که نقشه ها به چه شکل ها ترسیم میشه و این ارتسام ها به چه شکل هست. هدف دوم کسب معلومات در مورد چگونگی ارتسام نقشه ها. در روی تصاویر این نقشه ها را با شیوه ارتسامش نشان هم میتونم که خوب بفهمین و یاد بگیرین. پس آماده هستین که از ارتسام نقشه براتون بگویم؟ بله. بسیار. اول در کتابتان آمده به اساس معیارهای هندسی تصنیف نقشه را براتون خواهد گفتم. پس نقشه های جغرافیایی به اساس معیارهای هندسی به چند نوع تصنیف میشه.
اول دانه دانه براتون نام میگیرم این انواع، باز بعد از هر کدامش به اساس تصاویر تشریح میکنم که خوب بفهمین. اولین نوع نقشه ارتسام استوانه‌ای است. دومش ارتسام مخروطی. سومش ارتسام مستوی. چهارمش ارتسام مول واید. پنجمش ارتسام سینوسایدل. ششمش ارتسام گودز. هفتمش ارتسام اکرات که هر کدام از ایرا دانه دانه به اساس تصاویر انشالله براتون تشریح میکنم. پس ببین که اولین ارتسامه که ارتسام استوانه‌ای است در نقشه ها براتون بگویم. در ارتسام استوانه‌ای کره شفاف زمین در داخل استوانه شفاف گذاشته میشه. نور را از مرکز استوانه و زمین در سطح کاغذ استوانه‌ای تابش میدن که در اثر تابش نور دوایر طول البلد و عرض البلد و شکل قطعات خشک و ابحار بالای کاغذ استوانه‌ای انتقال پیدا میکنن. این شیوه ارتسامش است. به این اساس طول عرض البلد قطبین که معادل به صفر است در بالای نقشه مساوی به خط استوا ترسیم میشه. علاوه بر او قطعات خشکه یا جزایر که در ساحه قطبین موقعیت دارند از حالت اصلی چندین بار بزرگتر نشان داده میشن. اما خوبی های هم داره که این ارتسام در بحرپیمایی، فضانوردی و حتی در پرتاب اقمار مصنوعی راهنمود بسیار عالی و خوب به حساب میره. استقامت زوایای یک محل در ارتباط محل دیگه به درستی هم نشان میده. بهترین ارتسام استوانه‌ای نقشه های مرکاتور است که در اکثر موارد از او استفاده میشه. پس این اولین نوع ارتسام است که ارتسام استوانه‌ای بود. دومش میشه ارتسام مخروطی. در این تصاویر باز براتون نشان هم میتیم که شما به خوبی بتونین ارتساما را تشخیص بدین و بفهمین. مثلا مخروطی میگیم شکلش ببینین که چرا مخروطی میگن یا چرا هم استوانه‌ای میگن. در کتاب جغرافیاتون هم آمده، حتما باز او تصاویر هم ببینین. در ارتسام مخروطی کاغذ مخروط بالای یک عرض البلد یا بالای دو عرض البلد به طور مماس گذاشته میشه. در تصویرم ببینید که به چه شکل مماس گذاشته شده که در نتیجه ارتسام حاصله و نقشه تولید شده را ارتسام مخروطی میگن. این ارتسام از لحاظ شکل و ساحه متناسب به سطح زمین است. پس از لحاظ شکل و ساحه متناسب میشه به سطح زمین. دومین نوع ارتسام که ارتسام مخروطی بود. اما سومش میشه ارتسام مستوی. کاغذ مستوی در یک حصه کره مجسمه مماس گذاشته میشه و بعد از او به اساس نور اندازی عرض البلدها و طول البلدها و شکل قاره ها یا یک کشور در روی صفحه ارتسام انتقال پیدا میکنه. قسمی که در تصویرم شما میبینین که کاغذ مستوی در یک حصه کره مجسمه مماس قرار گرفته. درست است؟ مماس گذاشته شده و بعد از او به اساس نوراندازی عرض البلدها و طول البلدها و شکل قاره یا یک کشور در روی صفحه به شکل ارتسام انتقال پیدا میکنه که میشه سومین نوع ارتسام مستوی. اما نوع چهارمش میشد ارتسام مول واید که عبارت از مهارت تنظیم و ترسیم طول البلدها و عرض البلدها است که قطعات خشکه و بحر نظر به موقعیتش در روی نقشه انتقال میده. شما در روی نقشه ببینید جاهایی که آبی است. نه گفتیم جایی که رنگ آبی باشه معمولا اونجا آب است، مثل بحر است، بحیره است، جهیل است و از این موارد که ارتسام مول واید به این شکل هست و ترسیم میشه. اما پنجمش که چند نوع شامل ای ساخته در کتابتان، من هم کوتاه براتون میگم. در روی تصویرم ببینید که به چه شکل است. ارتسام سینوسایدل، گودز و اکرات. هر کدامش به اساس مهارت‌های هندسی، کمیات وضعی جغرافی و قطعات در اونها جا داده میشه که در شکل هم هست. هر سه نوع ارتسام براتون گفته شده و نشان هم داده شده. بسیار. پس فهمیدین که ارتسام ها به چی شکل به کدام انواع در نقشه وجود داره و کاربرد داره؟ بله. آفرین. پس به این درس خود کوتاه جمع‌بندی کنیم، خلاصه درسم براتون بگویم، بعد از کارخانگی را میگیم و تمام میکنیم.
در درس فیلی خود ما شما از ارتسام نقشه گفتیم که در روی نقشه های مختلف ارتسام به چند نوع است و به چی شکل میشه. هر کدامش دانه دانه من براتون نام گرفتم که نقشه های جغرافیایی به اساس معیارهای هندسی به چند نوعی که بازم براتون تکرار میکنم تصنیف میشه. اولین نوعش بود ارتسام استوانه‌ای که شیوه ترسیمش من براتون کلا تشریح کردم، در روی تصویر هم نشان دادم. نوع دومش بود ارتسام مخروطی. پس دومین نوع ارتسام مخروطی بود که براتون تشریح کردم، در روی تصویر هم نشان دادم. اگر سوال داشتین بازم ازم بپرسین، حتما باز میگم. سومین نوعش میشد ارتسام مستوی که در روی تصویر بازم نشان دادم، تشریح کردم که به شکل ای ارتسام صورت میگیره. و نوع دیگهش بود ارتسام مول وایت و انواع دیگهش که در کتابتان هم یک جای آورده، ارتسام سینوسایدل، ارتسام گودز و ارتسام اکرات که دانه دانه براتان تشریح کردم. اگر جای را نفهمیدین برام بگین که دوباره براتان تشریح کنم. بله، یک نفر دست خود بالا کرده بگین. ارتسام مخروطی چگونه بود؟ بله، صنفیتان میپرسه که ارتسام مخروطی رو دوباره بگیم که این ارتسام به شکل صورت میگیره و چگونه بوده. دقیق گوش کو که این ارتسام خوب بفهمی که به چی شکل بر روی نقشه ها ترسیم میشه. در ارتسام مخروطی کاغذ مخروط بالای یک عرض‌البلد یا بالای دو عرض‌البلد به شکل مماس گذاشته میشه که در نتیجه ارتسام حاصله و نقشه تولید شده را ارتسام مخروطی میگن. شما تصویرم ببینید، در تصویر خوب براتون نشان میدم که جو فراموش دان نشکی ارتسام از لحاظ شکل و ساحه متناسب به سطح زمین است. پس در ارتسام مخروطی کاغذ مخروط بالای عرض‌البلد یا دو عرض‌البلد به شکل مماس یعنی همتماس با هم چسبانده میشه و قرار میگیره که در نتیجه ارتسام حاصله و نقشه تولید شده ارتسام مخروطی به دست میاد که در ارتسام از لحاظ شکل و ساحه متناسب به سطح زمین است. انشاءالله فهمیدین؟ بله. بسیار خودتان فهمیدی؟ بله استاد. آفرین، تشکر از سوالت. جایی که نفهمیدین بپرسین که دوباره براتون بگویم. اما بیایم از کار خانگی. 3 سوال براتون میگم که انشاءالله درس تمام کنیم. نشکرین. سوال اول، ارتسام به چند نوع است نام ببرید. ارتسام به چند نوع است نام ببرید. سوال دوم، ارتسام مخروطی کدام نوع ارتسام است؟ اما تشریح کردم، صنفیتان پرسید دقیقاً اونمو را اگر میتونین دستتان در رسمی هم کار میته و مهارت رسم کشیدن ندارین، بین خوب است که به شکل تصویری هم یاد بگیرین، چون یکی از روش‌های یادگیری روش تصویری است که شما مسجم میسازین یک چیزا. مخصوصا اگر شما رسم میکنین ارتسام مخروطی را در پالی که تشریح میکنین که به مماس قرار میگیره، از لحاظ شکل و ساحه با زمین هم سطح میشه، هم شکل میشه و خود در رسم هم بکشین، هیچ وقت فراموشتان نمیشه. پس سوال دوم بود، ارتسام مخروطی کدام نوع ارتسام است؟ و سوال سوم، ارتسام مرکاتور نشان دهنده چیست بنویسید. ارتسام مرکاتور نشان دهنده چیست بنویسید. یه از کارهای خانگیتان. درس ما تمام شد، انشالله که خوب یاد گرفته باشین. تا که بازم در جلسه آینده همدیگر میبینیم. خداوند یار و نگهدارتان متوجه خود باشین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.